صنعت با اعداد و محاسبات جلو میره و تربیت با صبر، معنا و همدلی. تلاقی نظم مهندسی و جان تربیت بستریه برای شکفتن. آقای دکتر ابراهیم آسیابانی بخشایش، مدیرعامل کانون فرهنگی رشد و تربیت بصائر، مهمون این قسمت ماست. ایشون متولد تبریز و از اون دسته چهره‌هایی که مسیر زندگی حرفه‌ایش رو در نقطه تلاقی صنعت و فرهنگ ساخت. تحصیل کرده مهندسی صنایع و پژوهشگر حوزه قرآن و حدیثه و بیش از 2 دهه در عرصه مدیریت، آموزش و فعالیت‌های فرهنگی حضور داشته. مسیری که همچنان در کنار پژوهش‌های دینی و مطالعات دانشگاهی ادامه داره. مهندسی چشم بینای ما برای دیدن واقعیت هاست و تربیت قلب تپنده ما برای معنا دادن به اونها. ترکیب این دوتا فراتر از یک الگوی اجرایی، یک بینش تازه است. نگاهی که مانع از هرز رفتن نیروها در مسیرهای مقطعی میشه و قدرت اون رو داره که با تمرکز بر ریشه ها بنایی پایدار و تمدن ساز پیریزی کنه. دنیای صنعت میتونه ستون محکم جریان تربیت در کشور باشه. من علیرضا خلیلی هستم و شما رو دعوت میکنم به تماشای این قسمت. به نام خدا، سلام به همه شما مخاطبین محترم. خیلی خوش آمدید به این قسمت از برنامه روایت مکرر. خیلی خوشحالم که همراه شما. یک مهمون عزیزی داریم که دهه 80 اواخره دهه 80 فکر میکنم سال 87 این طورا بود حدوداً که من شاگرد ایشون بودم و خاطرات خیلی خوبی از اون دوره تو ذهن من جداً، فارغ از این که حالا بخوام راجع به ایشون توضیح اضافه‌ای بدم و اینا، واقعاً به من خوش گذشت و من آموختم واقعاً. جناب آقای دکتر آسیابانی بخشایش که همراهشونیم و بهشون سلام میکنیم. سلام. خوبین؟ الحمدلله. خیلی ممنونم که اینجایید شما. توفیق برای بنده از حسن ظن شما. زنده باشید. متشکرم. به منم اون دوران خیلی خوش گذشت و خیلی سالهای خوب بود. من خاطرم هست که با شما یک مسافرت هم رفتیم. یعنی من اینی که دارم میگم که خیلی در ذهنم مونده، مسافرت مشهدی که با هم رفتیم خیلی به من خوش گذشت و من جالبه که مسافرت مشهد برای همه فارغ التحصیلات بهترین اتفاق دوران تحصیلشونه. برای منم یکی از بهترین اتفاقات. بله، حتما خیلی به من خوش گذشت. شما فکر میکنم تو رشته مهندسی صنایع بله تحصیل کردین تا سال 95 هم تو کار، یعنی در فعالیت هایی که داشتی تو همین حوزه ها بود، یعنی مدیریت پیمان و مشاوره مدیریت و اینها. بله. یکم راجع به اون دوران بگید و اینکه چه اتفاقاتی باعث شد یه مقدار اون چه که ما در ذهنمون از شما می‌بینیم تغییر کنه و الان اینجا باشید. معمولا خب تغییر یک فرایند طولانی است. اینجوری نیست که بگیم مثلا آدمی در عرض 1 سال 2 سال تغییر میکنه. نه، من خب به اون رشته علاقه داشتم واقعا و لذت میبردم از اون رشته و از دوران دانشجویی هم کار مشاور مدیریت انجام دادیم. سالهای خیلی خوبی بود، ولی از همون موقع‌ها و شاید خیلی قبلتر به معارف اهل بیت و کار تربیتی و کار مذهبی و فرهنگی علاقه داشتم. خب این علاقه هم ریشه در خانواده‌ام داشت. خب پدر من یه سوابق جدی این مدلی داره و در دوران جوانی هم با بزرگوارانی آشنا شدم، با اساتیدی آشنا شدم که این ریشه رو در من تقویت کرد و در نهایت با یک شیفت پارادایم از سال 95 دیگه رسما کار فرهنگی انجام میدم. کانون فرهنگی بصائر رو به عنوان یک بستر برای ارتقا و تجهیز مربیان فعال در حوزه فرهنگ اهل بیت علیهم السلام میشناسیم. بصائر بسته‌های آموزشی ویژه برای معلم‌ها و مربی‌های دغدغه‌مند درست کرده و به دنبال اینه که به مربی‌ها کمک بشه تا پایه‌های اعتقادی و دینیشون رو قوی‌تر کنن، بتونن شبهات و سوال‌های سخت دینی بچه‌ها رو با استدلال جواب بدن و مهارت‌های معلمی و تربیتیشون رو بالا ببرن. طراحی دوره‌های آموزشی، پیگیری و حمایت از مربیان، فرهنگیان و در نهایت گسترش فرهنگ دینی درست و اصیل مسیر مهم و البته پرفشار کانون بصائر. به واقع باور درستم همینه که صنعت و اتفاقات مربوط به ساختن به صورت عینی
از درگاه انسان‌ها میگذره و حتما برای اینکه اون انسان‌ها بیان و اون مسیر رو بسازن نیاز به یک پیشینه تربیتی دارن. دقیقاً. یعنی این کاملا این پیوند درست و مناسبیه. ببینید اصولاً کارهای بزرگ و انسان‌های بزرگ انجام میدن. کارهای صحیح رو انسان‌های رشد یافته انجام میدن. و مملکت ما نیاز به کارهای بزرگ داره، لذا نیاز به انسان‌های بزرگ داره. نیاز به این داره که کار صحیح انجام بشه، کار مستحکم انجام بشه، لذا نیاز به انسان‌های رشد یافته داریم. بنابراین به نظر من تربیت خیلی میتونه به مجموعه سیستم مملکت، حالا حتی در نگاه کلان نظام جامعه ایمانی یا حتی نظام جهانی کمک بکنه برای اینکه کارهای بزرگ به وسیله انسانهای بزرگ و کارهای درست به وسیله انسانهای درست انجام می شود. و تربیت متکفل همینه. تربیت میخواد آدمهای بزرگ بسازه، آدمهای درست بسازه. هدایت یه نفر معادل زنده کردن و هدایت همه مردم. یعنی اینقدر این فرد مهمه و هدایت اون مهمه. یک جمله هم از مرحوم علامه کرباسچیان خیلی رو من تأثیر داشته. خاطره‌ای نقل میکنه ایشون از یکی از خوانین منطقه خودشون در بروجرد. یک کسی 500,000 تومان ملک داشت، همه رو محضری منتقل کرد به ایشون. آقایون اصلا نمیتونید تصور کنید 500,000 تومان یعنی چی. بنده یه خونه خریدم 200 متر 300 تا یه تومانی، متر یه تومن یعنی پول نیم کیلو گوشت. خلاصه بعد از اینکه این آقا فوت شد، پسرش آمد خدمت مرحوم آقای بروجردی، شروع کرد گریه کردن. آقا فرمودن شما چرا گریه میکنید؟ گفت آقا من دیگه حالا باید گدایی کنم. فرمودن چرا؟ گفت آخه هر چی داشتم پدرم بخشیده به شما. فرمودن چرا بخشیده به من؟ گفت آخه من بد بودم، نخواست این پولا رو بخورم. فرمودن خوب شد مال تو. گفت خوب شدم. فرمودن برید محضر بهش بدید. آخوندایی که دور و بر ایشون بودن گفتن آقا 500,000 تومان. فرمودن من یک سوال دارم، آیا نمی‌ارزد 500,000 تومان بدهیم یه نفر درست شه؟ فکر کنید زد نشید جونم ها. بینش رو ببینید. خلاصه علل مبنا خیلی جدیه هدایت، خیلی جدیه. در مسئله انسانی فارغ از مبانی دینی هم آدم نگاه میکنه میبینه که واقعا عرض کردم دیگه کارهای بزرگ انسانهای بزرگ انجام میدن. سردمداران انسانسازی پلان معلمان. دقیقا. ولی من احساس میکنم یعنی اونچه که دیدم و اونچه که تجربه کردم جایگاهشون خیلی جایگاه ارزشمند و مهم و بالایی نیست، حداقل در جامعه ما. و این با اون نگاهی که دارید میگین که نگاه هم به نظرم کاملا نگاه منطقیه. 2+2 میشه 4 تا مشخصه کسی که داره انسان میسازه آدم ارزشمندی. آموزش پرورشمون هیچ دغدغه‌ای نداره، یعنی کاملا یک سیستمیه که نه یک چرخش، به نظرم بیشتر از 2 چرخش داره بد عمل میکنه و حتی پنچره. ببینید کشورهایی که یه دفعه کندن مثلا مثل سنگاپور، اینا خب اومدن روی آموزش پرورش سرمایه گذاری کردن. آموزش پرورش خیلی به صورت جدی، یعنی حقوقای خوب میدن، رسیدگی‌های خیلی خوب دارن، بهترین وزیرها و همه چی دیگه، همه چی سیستم در دولت در خدمت آموزش پرورشه، یعنی اینجوریه. و اگر ما هم میخوایم یه همچین اتفاقی بیفته ناگزیریم، حالا دیر یا زود باید یک چرخش سیاستگذاری جدی داشته باشیم و به فکر خلاصه این تعبیری که شما دارید یه چرخش 2 چرخش داره لنگ میزنه. یعنی یه مقداری باید درست بشه. Every weekday morning across the small island nation of Singapore, children arrive at state schools. While the children come from different economic and cultural backgrounds, they are all offered the same quality of instruction. With 20% of the national budget devoted to education, Singapore has developed a well-resourced, world-leading educational system. And they focus on building the best
professional class of teachers one can. Teachers are the heart of education and the institute that trains the teachers. You know, in Singapore, where the square foot of land is equated to gold and diamonds, and here the government gave us 16 hectares devoted to teacher education and teacher development. حالا میخوام از این مقدمه بگذاریم برسیم به بصائر. در ادامه صحبتامون یه نگاه سنتی وجود داره به تربیت، به رشد دادن آدم‌ها. یه نگاه سنتی وجود داره، خب قدیمیه. یه نگاه جدیدی وجود داره که خب خیلی هم ازش حرف میزنن و مسیرشون رو اونجوری جلو میبرن. بصائر چجوری مسیر خودش رو پیدا کرد و بصائر روی کردش در این ملغمه عجیب و غریبی که حالا تو آموزش پرورشمون و تو فضای تربیت وجود داره، روی کردش چیه؟ ببینید روی کردهای سنتی خیلی کاری ندارن که در عالم خارج چه اتفاقی رخ میده. احساس وظیفه شرعی داره که اینا رو بگه. آنچه که بصائر فکر میکنه باید روش سرمایه گذاری جدی داشته باشه تأثیره. یعنی من چی کار کنم که مؤثر واقع بشه. منکر این که من یه اصولی رو باید به نسل بعدی منتقل کنم اصلا نیست. قاعدش اینه که من بتوانم مبانی دینی و تربیتی خودم رو به نسل بعدی منتقل کنم. ولی مسئله بصائر تأثیره. از روز اول مسئله بصائر تأثیر بوده، الان هم چالش ما چالش تأثیره. یعنی واقعا تئوری تغییر اون مسئله ماست، چه تغییرهای کوتاه مدت که آیا آنچه که منتقل کردیم رو دوزاری ها افتاد به تعبیر خیلی خودمونی و ساده، یعنی آموزش ما اثر بخش بود یا نه تأثیر اجتماعیمون رو تونستیم بذاریم مثلا بعد 10 سال فعالیت بصائر یا نه. این مهمترین مسئله ماست الان و من به عنوان کسی که حالا این مسئولیت به من سپرده شده بخشی از چالش ذهنی من به تأثیر اختصاص پیدا میکنه و خیلی سخته، خیلی دشواره. بله، کلا تاثیرگذاری یه مقوله‌ایه که خیلی حساسه و خیلی بله سنجشش هم خیلی سخته. بالاخره من موفق شدم تغییر رو ایجاد کنم. آره متر و معیار بله. سنجشش ما لذا در بصائر به صورت خیلی جدی روی اثر بخشی آموزشی مطالعاتی کردیم با کمک دوستان و خب سعی کردیم از ابزارهای نوین مدیریتی و خلاصه آنچه که علم نوین در اختیار ما قرار میده استفاده کنیم. یعنی رفتین سمت پژوهش‌های علمی؟ بله، مثلا دیدیم در دنیا چیکار کردن برای اینکه بسنجن این آموزشی که انجام دادن مثلا بخش بوده یا نبوده. مثلا رسیدیم به نظریه کرکپاتریک یه شخصی است که حالا در امریکا یه کارایی کرده، الان هم از دنیا رفته، آقازاده‌اش داره تو بنیاد کرکپاتریک ادامه میده. میگه ما مثلا میخوایم ببینیم اثر بخش بوده یا آموزشمون در 4 فاز باید بسنجیم. فاز اول ریاکشنه، این از جلسه آموزش اومد بیرون حالش خوبه، نظرسنجی که ما داریم. فاز دوم لرنینگه، یه قبل و بعدی سنجش یادگیری. این آموزه قبلا چقدر بلد بود، الان چقدر بلده، این دو تا رو مقایسه کنیم، یه پری تستی یه پست تستی. فاز سوم بیهیویره، رفتارش عوض شد یا نشد. فاز چهارم ایمپکته، اون خلاصه چیزی که دنبالش بودید آیا اون تحقق پیدا کرد یا نکرد. خب اینا هر کدوم زمان داره دیگه. مثلا ریاکشن بلافاصله بعد از آموزش، لرنینگ هم بلافاصله بعد از آموزش، ولی بیهیویر باید یه 2 سالی بگذره دیگه ببینیم یه مسیره. بله، یا ایمپکت باید مثلا 5 سال بگذره ببینیم بله مثلا شد نشد. خب ما یه مطالعات عمیقی و یه بخش زیادی از این در واقع کرکپاتریک رو در بصائر سعی کردیم نهادینه کنیم. اخیراً مواجه شدیم با یک گزارشی از دانشگاه هاروارد در مورد تأثیر اجتماعی دانشگاه هاروارد و احساس میکنیم ادبیاتی که در اون گزارش وجود داره چیزیست که ما هم بهش نیاز داریم. یعنی دانشگاه هاروارد چه تأثیری در مثلا گزارش 60 ساله است اگر اشتباه نکنم. بصائر هم میخواد یه تأثیر اجتماعی بذاره دیگه. در نهایت اون الگو رو میخوایم بیاریم در بصائر انشالله نهادینه کنیم و دیتاهاشو جمع بکنیم، یه مقدار بومی سازی کنیم که بتونیم در واقع. پس خیلی گشتید و وقت گذاشتید و زمان گذاشتید و به چیز خیلی عجیبی که تا حالا مثلا قبلش بهش توجه نمی‌کردید، غیر از این چیزی که گفتین براتون جالب باشه، برخوردین تو این مدت. این چیزی بوده که ساده بوده ها ولی مقفول بودین ازش و بهش توجه نمی‌کردین.
چیزی که منو شگفت زده کرد اینه که غربی ها هم تهش رسیدن به این که آدم ها رو باید عوض کنند. یعنی این خیلی مهمه. یادگیری رو فقط انتقال دیتا نمیبینن، همون تأثیره، اون دنبال اون تأثیرن. مثلا در تعریف یادگیری میگن که تغییر در فرد رخ بده، فرایند تغییر نسبتاً پایدار در رفتار بالقوه. به اینکه او هم دنبال تغییره. البته این تعریف یادگیری خب سالها تعاریف مختلف رسیدیم به این تعریفی که به نظر من خیلی عجینه با تربیت. ما هم در تربیت دنبال تغییر، ما میخوایم تغییر ایجاد کنیم. او میگه فارغ از نظام ارزشی حرف میزنه، میگه من میخوام تغییر. یادگیری به معنی اعم دیگه. ما میگیم حالا یادگیری دین، یادگیری آموزه های شریعت مثلا. اون موقع من باید بر اساس یک نظام ارزشی این تغییر رو ایجاد کنم. میشه تربیت دیگه. ولی به صورت کلی اون نگاه اونور هم، یعنی اونها هم به این رسیدن. خیلی جالبه. بله، اونها هم رسیدن. از اون جالب‌تره که اونها هم از یک فرایندی در نهایت یه بازگشت به اخلاق در ادبیات فلسفه اخلاقشون هم دیده میشه. از مثلا میانه قرن 20 که دیگه اخلاق مرد، فاتحش خونده شد، اصلا همه چی در لذت خلاصه میشود. الان یه بازگشت به خانواده، بازگشت به اخلاق، ارزشمندی ذاتی فضیلت‌های اخلاقی، این کاملا در اندیشمندان غربی دیده میشه و این هم خیلی جالبه. If I were to ask you whether you think we live in a moral society, I bet your answer would be a resounding no. On the 21st of May, 2025, the philosopher Alasdair MacIntyre passed away. But what he left behind was a book that might explain and correct the moral deficiencies within our society. His book, After Virtue. Emotivism informs a great deal of contemporary moral utterance and practice, and more specifically, that of the central characters of modern society. With our outline of the moral problems facing moral society, as brought about by emotivism, MacIntyre's next step is to look back into the Enlightenment, see what went wrong, and from there we might find a solution to our problems. MacIntyre goes after a lot of Enlightenment-era moral philosophies, from Kierkegaard, who is responding to Kant, who is responding to Hume, and you get the point. Now, MacIntyre goes in and explains why all of these people were wrong, but there is a central problem with all of their ethics, which led their projects to fail, and which inevitably led to emotivism, the lack of a teleological view of humanity. In sum, the problem of Enlightenment moral philosophy and emotivism is that it rejects the Aristotelian view that there is a teleological explanation for a human. The Enlightenment philosophers rejected Aristotelian virtue ethics and teleology. Now, it's important to note that MacIntyre isn't just advocating that we go back to Aristotle 100%. He differs from Aristotle in many ways, but he does want to support a teleological virtue ethics. برسیم به اینجا که به نظرتون آموزش و حالا این سیستم تربیتی فقط با تزریق پولهای هنگفت اون چرخاش اصلاح میشه، یا اول یه باور و یک دید میخواد؟ البته اینم بگم که واقعا اون پول نیازه. یعنی اتفاقی که اون دفعه هم یه بار با هم داشتیم صحبت میکردیم، این که یک آدم‌هایی یک سیستمی دارن که درآمدی دارن کسب میکنن و درآمدشون رو صرف کارهای تربیتی میکنن، این یعنی یک کار واقعا درست و تاثیرگذار، تأثیری که در بلند مدت مشخص میشه. به نظرتون این تزریق مالیه کمک میکنه به اینکه خیلی از مشکلات حل بشه، یا چیزهای دیگری قبل از این تزریق مالی باید اصلاح بشه کلا در سیستم‌های آموزشیمون؟ ببینید، هر فرایندی یا هر ساختاری، هر سازمانی یه فرایند اصلی داره. بقیه فرایندها میان به اون کمک میکنن. حالا باید ببینیم در انسانسازی اون قسمت اصلی فرایند چیست که بقیه قراره بیان بهش کمک کنن. من فکر میکنم انسان است که انسان رو میسازد. پول انسان نمیسازه. ساختار انسان نمیسازه. کتاب و جزوه و محتوای آموزشی انسان نمیسازه. انسانه که انسان میسازه. اگه ما به این وفاق برسیم که اون حلقه اصلی انتقال ارزش از انسان به انسان است،
اون موقع پول میاد به کمکش، محتوا میاد به کمکش، سیستم دادن میاد به کمکش، همه اینا میاد به کمک این موقع. کاملا درسته ها، ولی الان به هر حال این باور وجود داره که اتفاقا میگن اون و پول باشه اینا رو پیدا میکنیم، میاریم، میسازیم. یعنی یه مقدارم جبر زمانه باعث شده این که همه چیز رو خلاصه در پول ببینیم ولی به هر حال ریتم این کارا دست. ببینید در عالم واقع وقتی شما یه نمونه‌های نقضی داشته باشی، این نظریه شما به چالش کشیده میشه. ما نمونه نقض تو دلتو بخواد داشتیم، آدم‌هایی که پول نداشتن رفتن آدم سازی کردن و خیلی هم موفق بودن. من میگم اگه اون ساختار آدم سازی بر مبنای انسان‌های رشد یافته وجود داشته باشه، اون موقع اون پوله اثر بخش خواهد بود. ولی اگه پوله باشه این ساختار نباشه یا لنگ بزنه، خیلی اتفاق ویژه‌ای نمیفته. هوشمندی بانیان فرهنگی رشد یافته اینه که بگردن اون آدم‌های رشد یافته رو پیدا کنن، پولشون رو در اونجا هزینه کنن. این یه سیستم خیلی خوبه، این من مشکلی با این نگاه ندارم. عملاً هم در بصائر همچین اتفاقی در واقع رخ داده. مدرسان و اساتید خوبی که میتوانن خیلی تاثیرات بزرگ بگذارن، این حمایت روی این ساختار در واقع تمرکز پیدا کرده و بصائر اینجوری شکل گرفته. ما در بصائر خیلی استاد برندی که همه ایران بشناسن نداریم، لزومی هم شاید نداشته باشه. ولی میبینیم از خیلی از مؤسسات آموزشی که اساتید برند دارن، بصائر خیلی موفق عمل کرده. چرا؟ احساس میکنم این تمرکز روی تغییر با همون تفکری که گفتیم، بله این رمز موفقیت بصائر بود. و اینجا شما تأثیرگذاری رو در یک جامعه آماری بزرگتر میپسندین یا یک جامعه آماری محدود؟ چون میدانم و اطلاع دارم کامل که بصائر به جای اینکه روی 90 میلیون ایرانی تأثیر بذاره اومده جامعه مخاطبینش رو یه مقداری کمتر کرده و مشخصتر کرده. این ایده چرا اومده و چه دفاعی ازش دارید؟ بله احتمالاً مبنای صحبت میشه همون تأثیره، ولی خب ادامهش رو شما بگید. بعد یه خاطره‌ای که معمولاً بانیان محترم تعریف میکنن و اینجا تعریف کنم، بعدم نیست ذکرش. یه جلسه قرآنی سالها تشکیل میشده، میدیدن که بعد یه نوجوانی میاد 9 سالشه، 10 سالشه، 12 سالشه، پای رحل میشینه، قرآن یاد میگیره، بعد این بزرگ میشه میشه 20 ساله. آورده‌ای که این سیستم داره براش اینه که قرآن خوب میخونه، ولی از این فرصت فوق‌العاده این جلسه قرآن فقط همین استفاده صورت گرفته که این بلد خوب قرآن بخونه، با نوای خوب بخونه، تجوید خوب داشته باشه، غلط نخونه. و این دغدغه ایجاد شد که اگر این مربیه ظرف وجودیش پر بود، به جای اینکه تمرکز کنه روی این ظواهر، حرفای دیگه‌ای که همون تغییره رو ایجاد میکرد هم به این فرد میزد. این چه اتفاقی میافتاد؟ یک آدم رشد یافته تربیت میشد. خب در جلسه قرآن جا هست، بانی داره، قرآنش هم خریدن، استادم که نشسته، شاگردا هم که میان، همه چی فراهمه. چی نیست؟ اثر رو کی نمیتونه بذاره؟ این مربی نمیتونه اثر بذاره دیگه. اگه این مربی قد بلند بشه، یه مربی است مثلا 15 تا شاگرد داره، حالا امشب خونه منه، فردا شب خونه شماست، پس فردا شب فلان مسجده، نوعاً اساتید اینگونن، وقتی به رتبه استادی میرسن دیگه هر روز هفته شاگردانی دارن دیگه. شما یک نفر رو قد بلند کنید، روی چند نفر میتونه اثر بذاره؟ به صورت باینری خیلی باینری نیست، خیلی بالاتر از باینریه، یعنی یه نفر از این هرمی‌ها بود هرمی‌های اونجوری، و واقعا این اتفاق رخ میده. لذا این سیاست انتخاب شد که ما به جای اینکه روی اون شاگردها اثر بگذاریم، بیایم معلم‌ها رو قد بلند کنیم، هم دانششون و هم بینششون و هم مهارت‌هاشون رو برای تأثیر، یعنی اونها رو واقعا توانمند کنیم در تأثیر گذاری. ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش. اگه او خودش ظرف وجودش پر بشه، بعد اون موقع سرریز میکنه.
یادم یکی از این دانش آموخته های ما میگفتش که شاگردای من میگن که اصلا شما فرق کردید، جلسه داریتون هم فرق کرده. یعنی بعد میگفت مثلا مرهون فلانی هستیم که یکی از اساتید ما که در واقع همون حرفایی که یاد میگرفت و حالا میرفت تو جلسه‌ش هم انتقال میداد. این به نظر من سبک اهل بیت هم همین بوده. یعنی شما به تاریخ انتقال معارف اهل بیت اگه مراجعه کنید که مثلا تو تاریخ حدیث به نوعی مضبوطه و تدوین شده، می‌بینید که امام علیه السلام با افراد جلسه هفتگی میذاشته، اونها هم میرفتن جلسه برگزار میکردن بر اهل محلشون، همین شاخه به شاخه ادامه پیدا میرفته. یعنی جریان فرهنگی ایجاد میکرده، اینجوری بگم. یعنی انتقال معارف از امام به شاگردان حلقه اول، از اون به شاگردان حلقه بعدی، همینجوری بیا جلو انتها. بعد میبینید آقای خلیلی مثلا کتاب کافی رو باز میکنیم، میگه که علی ابن ابراهیم قمی ان ابیه ان ابن ابی امیر ان مثلا زراره ان ابا عبدالله جعفر ابن محمد الصادق. احادیث معنعن بود. بله، ما استاد دینیمون چون خیلی خوب بوده اینا هنوز تو ذهنمون هست. آره، این احادیث معنعن همین جریان فرهنگی است، رمز نجات ایجاد این جریان فرهنگی انتقال معارف اهل بیت. لذا پرسیدن که ما چیکار کنیم، چگونه امر شما رو احیا کنیم، فرمودن علوم ما رو یاد بگیرید، به دیگران یاد بدید. چه جالب. حالا این نگاهت بیرون هم هست که اگه میخوای یه چیزی رو خوب یاد بگیری برو یاد بده. بله. یعنی این ممکنه بله. کنار اونم قرار بگیره. توی تئوری‌های یادگیری ما اینو به دانشجویانمون انتقال بدیم. بگیم میدونید تحقیق کردم دیدم وقتی شما یه چیزی رو میخوانید مثلا 10% 20% یاد میگیرید، وقتی میخوانید و میشنوید و تماشا میکنید و همینجوری اضافه میشه، این درصد به یاد ماندن افزایش پیدا میکنه بعد 2 هفته مثلا. بعد میبینن که اگه شما بگید یاد بدید تقریبا 90% یاد گرفتید، یعنی بعد 2 هفته یادتون مونده. لذا در حوزه های ما از قدیم این گونه بوده است که فرد مثلا صبح محضر استاد رو میشسته استفاده میکرده، بعد از ظهر همون بحث رو مباحثه میکردن. مباحثه چی آقای خلیلی؟ من بخشایش بشینم 2 تا همشاگردیام هم کنار من بشینه، حالا من درس بدم به اونا، این میشه مباحثه. حالا اونا اشکال کنن به من، این همونه دیگه. یعنی صبح یاد گرفته بعد از ظهر داره یاد میده. لذا میبینیم که علمایی که اون تو نظام حوزوی سنتی ما با این نظام مباحثه رشد میکنن، خیلی اصلا خیلی قوامشون و ریشهشون محکم‌تره. متفاوت. فکر میکنم این نگاه هم باز جزو نگاهایی که در دنیا وجود داره. بله، الان یعنی به این رسیدن دیگه. آموزش دادن بله. باعث یادگیری هم میشه بله. همزمان. دقیقاً. بریم سراغ بصائر. بصائر دقیقاً از چه سالی کار شروع کرد؟ سال 94 زمستان 94 کارو شروع کرد. البته من اون موقع یه مقدار با فاصله بودم. سال 95 فکر کنم اولین جلسه‌های آموزشیش تشکیل شد، شاید هم اواخر 94 اولین جلسه‌های آموزشیش تشکیل شد و امروز که ما خدمت شما هستیم 10 سال از عمر با برکت بصائر گذشته است. خدا رو شکر. و حتما دم همه عواملش که ایستادن، فکر کردن، زمان گذاشتن و دغدغه داشتن گرم. به نظرتون مثلا توی 1-2 تا جمله بخواین مهمترین کارهایی که کردین رو و اون حال خوبی که تو بصائر دیدین رو بگید، میتونید کدوما رو برامون بگید؟ خاطرات خوب من برمیگرده به همون دیدن اون تغییرات دیگه. مثلا عزیزی خودجوش بگه میشه من مثلا تو اون جلسه جایزه دادم به دانشجوی برتر میشه من خودم صحبت کنم؟ خواهش میکنم. کاملا پیش بینی نشده که به عمر من به 2 قسمت تقسیم میشود، قبل از بصائر بعد از بصائر. نه. بله، ما خودمون همین شگفت زدگی که شما داشتید برای ما ایجاد شده، یا کامنت هایی که مثلا بعضن توی
همین ریاکشن های نظرسنجی میبینیم، واقعا انرژی میگیریم، اینقدر سپاسگزاری از خدا میکنیم و تشکر میکنیم از امام زمان علیه السلام. بله الحمدلله این گونه است. ما چون حدود 4-5 سال ما ریاکشنمون فرایند تثبیت شده است. معدل رضایت 4.32 4.38 و همین حدود هم هست دیگه، حالا در بخش‌های مختلف رضایتمندی اینقدر. بله. و خوشحال کننده است و آروم کننده است واقعا براتون. و البته از یک جهتی هم بالاخره حفظ این مسئولیت، استمرارش، توسعهش، این خودش خیلی چالش ایجاد میکنه. اتفاقا میخواستم به همین چالشه برسم، بگم در طول همه این سالها که کار کردید، ساختید، ادامه دادید، تلاش کردید و به یک مسیر درستی رسید که حداقل ریاکشن های خوب از مخاطبینتون بهتون میرسه. چالش هایی که باهاش روبرو بودید یه بخشیش میشه چالش های اقتصادی طبیعتاً، یه بخشیش هم میشه بحران های اجتماعی که اطرافمون وجود داره. اینا چقدر در بصائر وارد شد و چقدر فکر شما رو مشغول کرد و چقدر موهاتون رو سفید کرد یا اصلا نبوده؟ چرا خیلی جدی بوده. ببینید بحران اقتصادی 2 مدل میتواند در بصائر تاثیر بگذاره. یه مدل اینه که بالاخره وقتی که بحران وجود داشته باشه تزریق مالی و حمایت‌های مالی هم خب بالاخره دچار سیاست‌های انقباضی میشه. خب این یه تأثیره که میتواند با عملکرد ما هم تأثیر بگذاره. ولی از یک جنبه دیگه هم بحران اقتصادی در دراز مدت بصائر رو در واقع تحت شعاع قرار داده. ببینید وقتی که مربی من توی نیازهای اولیه، نیازهای فیزیولوژیک به قول معروف گرفتار باشه، به اون تعالیه که نیازهای سطح بالاتر نمیرسه. لذا میتونیم بگیم مهمترین چالش بصائر که تهدید برای بصائر و خیلی هم بصائر نمیتونه براش کاری انجام بده، اینه که بحران اقتصادی باعث شده است که فعالان فرهنگی و تربیتی در نیازهای فیزیولوژیک خودشون گرفتار باشند و تعالی اولویت‌های بعدی شود. این به نظر من خیلی چالش خیلی جدیه. یه گفتگویی هم کردیم راجع به ابزارهایی که ابزارهای مدیریتی و مهندسی صنایع که وجود داشته و شما هم درش خب تحصیل کردید و کار کردید. الان چطور از اونها در مسیر فعالیتاتون استفاده میکنید؟ اصلا واقعیت رو بخوام بگم، حالا غیر از این، اگه برگردین عقب میگین آقا ای بابا چه کاریه، من تو همین حوزه صنعت میموندم، میرفتم تهش یه کارخونه ای رو مدیریت میکردم، جذابتر نبود، دغدغه‌هاش کمتر نبود، آوردش جذابتر نبود، حالا بعد این ابزارها هم اونجا راحت‌تر استفاده میشد طبیعتاً. خب دنیایی که ما در زندگی میکنیم یه چیزای اصالت پیدا کرده دیگه. اصالت سود یه چیزیست که خلاصه بر ذهن همه حاکمه. ولی خب ما اگه سودمون رو فقط سود این 40-50 سالی که قرار زندگی کنیم ببینیم، خب میشه اینجوری فکر کرد. ولی یه تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارن: الدنیا منتهی بصر الاعمی. ته دید نابینا دنیاست. اگه میخوایم بصیر باشیم، بصائری فکر کنیم، خب نباید این 40-50 سال رو ببینیم دیگه. و وقتی که اون تأثیراتی که حالا بخشیش رو خدمت شما عرض کردم آدم نگاه میکنه، یا اون روایات رو میگه خدا اگه مثلا یه درصد کوچیکی از اینها، یه اپسیلون اینها هم به ما برسه، انشالله برای ما کافیه و اونها دلگرم کننده است. نه من واقعش بخوام خیلی اونجوری فکر نمی کنم و چون به این نکاتی که عرض کردم در مورد اهمیت تربیت واقعا ایمان دارم. خدا این لطفو کرده و کاملا از درونتون میاد. کاملا از درونم میگم. یه وقتی توی برخی دوره ها که تدریس میکنم، توی دوره یه روایتی رو میخوایم نقل کنیم با یه سناریو خیلی جذابی، میرسیم به یه روایتی، بعد چیزی دارم که حتما این سناریو رو پیاده کنم. میگم که میشه از من بپرسید که بخشایش چی شد که الان اینجا هستی؟ من میگم که این روایت باعث شد که من الان اینجا باشم. میتونستم در یک جای دیگه باشم ولی این روایت باعث شد. کدوم روایت؟ اونجا که امیرالمومنین میفرماد مردم 3 دسته‌اند: عالم ربانی، متعلم علی سبیل نجات و همج. و یه استادی یه روزی گفت تعیین تکلیف کنید،
خواهید کدومش باشید. عالم که اهل بیتن، خودشون هم فرمودن عالم و ربانی ما هستیم. متعلم میخواید باشید یا همج میخواید باشید؟ مسیرتون رو درست کنید، مشخص کنید. و واقعا این دغدغه که من همج نباشم خیلی مهمه و سعی کردم. و چقدر داریم توی روزگار. بله چقدر متاسفانه داریم. مسئله جامعه ما آگاهی است دیگه. مسئله همج نماد کسی است که فاقد آگاهی است. متعلمم جوینده آگاهی است. یه روز زیر این پرچمه، یه روز زیر اون پرچمه، یا میلون مع کل به بادی جابجا میشه واقعا، به اتفاقی جابجا میشه. و دین الان خیلی راجبش حساس صحبت کردن و بهش پرداختن، چون واقعا اتفاقاتی که در جامعه افتاد با مسیر حرکتی بسیار زیاد با 100 کیلومتر بر ساعت حداقل به یه سمتی برد جامعه رو که اگر هم میخوای یه حرف درست بزنی تو اولا چک میخوری. و این واقعا اون بحرانی است که شما میتونید بگید اگه من تو صنعت بودم دوچارش نمیشدم. بله دیگه. و البته اونجا دیگه کار ما سخت‌تره دیگه. حالا چگونه بگوییم که تاثیرگذار باشد، چگونه بگوییم که اینی که الان یه گاردی گرفته یه سپری جلوش هستن چپ چپ به من نگاه میکنه، چه کنم که در او تغییر ایجاد کنم؟ یعنی اول باید انرژی بذارید اون گارد شکسته بشه تا بعد بتونید. لذا مهارت الان اولویت پیدا کرده نسبت به مهارت‌های ارتباطی، اولویت پیدا کرده حتی نسبت به محتواهای دینی. من اول باید بتونم خوب ارتباط برقرار کنم، بعد در واقع حالا بتونم یه چیزی منتقل کنم. البته من واقعا خیلی قائل به این نیستم که خیلی عوض شده. ما در گذشته هم داشتیم، مثلا یه روایتی از ابن ابوالعجاب با یکی از اصحاب امام صادق مناظره میکنه. یه جایی ابن ابوالعجاب میگه چرا اینجوری برخورد میکنیم؟ مولای شما جعفر بن محمد الصادق اینجوری حرف نمیزد که شما حرف بزنید. میخوام بگم که ارتباط خیلی موثره. ما از ارتباط غافلیم. اون یخ مخاطب رو میشکنه، گاردش رو باز میکنه. و یعنی احساس نمیکنید این مسیر با شیب تندتری حرکت میکنه و همه چی بدتر میشه؟ واقعش بخواد آمار شاید اینجوری نشون بده. مثلا پژوهش هایی که در مورد میزان دینداری مردم انجام شده در طی 20 سال اخیر نشون میده که مثلا سال 1402 نسبت به، اگر اشتباه نکنم، 96 یا 94 یک سقوط عجیب غریبی در خیلی از شاخص ها رخ داده. ولی من علل مبنا معتقدم همه اینها قابل اصلاحه، چون اون عضو معرفت پذیری که منابع ما میگوین قلب محل هدایت، قلب محل معرفته، اون قلب را قلب نامیده اند چون زود بالا پایین میشه. لذا این چالش ها رو نمیگم چالش نیست، ولی من هیچ وقت از این چالش ها ناامید نشدم و نوعا هم توی دوره ها و آموزش ها تذکر میدم که یادمون نره ها این مردم خداشناسند، پیامبرشناسند و امام شناسند. علل مبنا فطرت کار میکنه. فطرت هست. و جالب قرآن یه عبارتی داره ما ازش غافلیم که لا تبدیل لخلق الله. حواست باشه این فطرت هم عوض نمیشه ها، تغییر نمیکنه ها. بعد هم میفهمه ولکن اکثر الناس لا یعلمون، مثلا اکثر مردم از این غافلن، نمیدونن که این ناامیدیه ناشی از این غفلت هست که بابا خدا یه چیزی در وجود مردم قرار داده به نام فطرت که او خیلی کار میکنه. لذا اون اقناع فطری، اقناع احساسی، اینا باید خیلی ما سرمایه گذاری کنیم و اگه سرمایه گذاری کنیم نگران این چالش ها نباشیم. مهم اینه که فعالان تربیتی واقعا بیدار بشن، ناامیدم نشن، اتکاشون به امام عصر باشون. من که هدایت نمی کنم، قرار خدا هدایت کنه. هدایت که کار ما نیست. مهمترین دیدین که باید این تفکیک ایجاد بشه که آقا اصلا دو تا مسیر جداگونه از هم باهاش مواجهیم واقعا. یعنی آنچه که باعث شده که ما دین رو یاد بگیریم جداگونه از اتفاقاتی که در جامعه داره میفته، که این تفکیک خیلی چیز مشخص و واضحیه، اما جا انداختنش شاید پر از بحرانه و شاید موهای سفید شما سفید شما هم به خاطر اینه که سر این مسائل میدونم زمان میذارید. و اما در نهایت اینم بگیم که بصائر رو 10 سال دیگه کجا میبینید با توجه به همه چیزی که گفتیم؟
ما البته چشم انداز رو باید در واقع روش گفتگوی مفصل کرد. ما یه چشم انداز هم چیزی نیست که مثلا هر سال بشیم سرش گفتگو کنیم. یه چشم اندازی برای بصائر تدوین شده تحت عنوان مرجع توانمندسازی مربیان فعال تربیتی. این کسب مرجعیت به عنوان چشم انداز پیش بینی شده. الحمدلله تو این مدت سعی کردیم در واقع برند بصائر، جایگاه بصائر نزدیک بشه به این مرجعیت، ولی همچنان با مرجعیت فاصله داریم. لذا این چشم انداز به نظر من چشم انداز فعلی ما هم میتواند باشد. البته میگم هیئت مدیره باید گفتگو کنیم روش که آیا لازمه این چشم انداز تغییر کنه بعد از یه 3-4 سالی که از تدوین و تعیین این چشم انداز گذشته یا نه، ولی فعلا این چشم انداز ماست: کسب مرجعیت در حوزه توانمندسازی مربیان فعال در فرهنگ اهل بیت. بسیار هم عالی. چیزی مون بخواین حالا مستقیم به مخاطبین بگین یا اینجا بگین؟ بله، من یه نکته عرض بکنم. اگر بخشایش در صنعت میماند، آدم هایی که میدید به صورت طبیعی آدم هایی بودن که دنبال این بودن که مثلا یک صنعت قوی رو ایجاد کنن، مدیریت کنن، یا نه خیلی خوش اقبال بود با آدم هایی مواجه میشد که به جز شغلشون به همکاراشون هم مثلا جایگاه قائلن، لذا هم بیزینسشون رو توسعه میدادن هم همکاراشون رو توسعه میدادن. خیلی خوش اقبال تر بود بخشایش با یه آدم هایی در صنعت مواجه میشد که خودشون، همکارانشون، بعد یه مسئولیت اجتماعی هم مثلا بر دوش خودشون احساس میکردن و برای من واقعا یک خوش اقبالی فوق‌العاده است که با یک همچین سیستمی آشنا شدم که از همه اینها عبور کرده. یعنی هم یک بیزینس خیلی خوبی رو، هم رسیدگی به همکاران، هم مسئولیت اجتماعی در قالب کارهای خیری که هلدینگ انجام میدهد، هم مسئولیت فرهنگی، اون هم در بهترین جایی که میشه کار فرهنگی انجام داد، در حوزه فرهنگ اهل بیت. این خوش اقبالی بخشایش بوده و به خاطر این واقعا باید خدا رو سپاسگزاری کنیم و از امام عصر تشکر کنیم که همچین توفیقی بنده پیدا کردم. خیلی هم عالی. خیلی متشکرم از شما. سلامت باشید. و خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که آقای بخشایش عزیز دیگه، چون میدونم که دفاع هم نزدیکه و بحث، حالا ایشالله من اون جداگونه شیرینشو میگیرم، الان نمیخوام بحثشو پیش بکشم. ایشالله که موفق باشید و هر چقدر پیش میرید چالشو کمتر بشه، اتفاقات خوب بیشتر بشه. به دعای شما. و به امید اون روزی هستیم که ریتم حرکتی شما و ریتم حرکتی جامعه یکی بشه، همسو بشه و جامعه کمک کنه به کاری که شما دارین انجام میدید و یه جاهایی ترمز نباشند عزیزان و مسئولین و دوستان. خیلی متشکرم و از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم تا قسمت بعد. خیلی ممنون. خداحافظ. آقا خیلی مخلص. سلام. من پرتاب شدم به خاطرات سال یادش بخیر. 1387 88 بود.